سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. من علی رفیعی فرزندجانی هستم و امروز با هم در مورد فیلم سینمای کره‌ای انتخاب دیگر نداریم یا چاره این دیگه نیست به کارگردانی پارک چان ووک مشهور با شما صحبت کنم. خب سینمای کره قبل از اینکه وارد دنیای فانتزی و هنری بشه برای ما در چارچوب تکنیک و آکادمیک برای ما تعریف میشه و خب این تعریف از شامل بازیگری، جاهای دوربین، نور پردازی، اصلاح رنگ، صدا برداری میشه که تک این عناصر زد کنار هم دیگه برای ما یه تکنیک خوب از سینمای شسته رفته کره‌ای و پارک چان ووک به ما میدن. خب تعریف ژانر کمدی سیاه برای من، خب در سلیقه من شاید کمدی اصلا سیاه هست خودش و اینکه ما بگیم این کمدی سیاهه به نظر من و به باور من حالا تا امروزی که در خدمت شما هستم با توجه به پژوهش هایی که داشتم تعریف درستی نیست و کمدی به خودی خودش یه جور سیاهی درش داره که ما میتونیم با معایب و یا نقصانهای زندگیمون شوخی کنیم و اون رو به شکل کمدی در بیاریم. خب پارک چان ووک هم همین کار کرد، مردی رو نشون داد که میخواد شرمنده زن و بچهش نشه و حتی زنش تا همین قبل اینکه نامه مصادره خانه از طرف بانک یا هر جای دیگه بیاد براشون دم در خونه نمیدونسته که قرار این خونه مصادره بشه و اقساطش عقب افتاده که اصلا شاید هم نمیدونسته این خونه رو مردش چه خریده، ولی خب شخصیت داستان یه شخصیت فداکاریه که یه جور حماقت دوست داشتنی از سر ساده لوحی هم درش وجود داره که این ساده لوحی امروز در افرادی دیده میشه که محافظه کاری از جنس افراد پولدار و ثروتمند رو بلد نیستن و شاید بیشتر اینکه آدم های ضعیف از نظر اقتصادی هستن شاید از نظر فرهنگی و هنری هم خیلی آدم های متمول و خوبی باشن، ولی خب این ضعیف بودنشون از نظر اقتصادی یه جور توی ذوق میزنه و نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن. به باور من تا وقتی که ما یه داستان خوب نداشته باشیم نمیتونیم یک معجزه هنری هم بیافریم. بعد همین اتفاق میفته برامون که ما میبینیم چقدر خوب و راحت و چقدر ساده پارک چان ووک، همونطور که مثلا تو فیلم مثل آقای انتقام و خانم انتقام و فیلم اولدبوی و فیلم این اواخر تصمیم به جدایی رو ما ازش میبینیم یا کنیز رو میبینیم پایه و آشیل تمام اثر هنری در فیلم نام‌نویسی و سینمای این کارگردان داستانه و بعد گره‌گشایی‌هایی که به دست شخصیت میفته. حالا ما شاید بزرگترین سکانس و دیده شده ترین و جذاب ترینش کنیم باشه شخصیت داستان گلدون رو میره پشت بوم اون زنی پیرزنی که از اون شاید نشناسه و بعد آب تای گلدون که گل
گلدون یه درخت فلفل هم دارن حالا یا گل فلفل گذاشتن داخلش و این آب داره از زیر گلدون تکه میکنه روی سرش و بعد به این فکر میفته که اگه من این آدم رو بکشم شاید نامزدها و انتخاب‌های دیگری باشه تو اون شرکت که قرار باشه من برم به جاش و انتخاب‌های دیگه وجود داشته که شاید جایگزینش بکنم و شاید اصلا من مطرح نباشه. یه جور توهم خودشیفتگی توی شخصیت وجود داره که خب این توی خانواده‌ش هم دیده میشه و بعد انتخاب موسیقی برای ابتدای فیلم که منو به یاد یه جور موسیقی ابتدایی نوستالژیا و موسیقی ابتدایی ساکریفایس این اثر اخیر ایثار اثر اخیر تارکوفسکی انداخت که خب همشون از موزارت و یه جور این سونات پیانویی که در ابتدای فیلم ما ببینیم که همراه شده با لوگو میشن ها و انیمیشن هایی که ابتدای فیلم دیده میشه همراه شده با اون و بعد ما ببینیم که اصلا این فیلم در ستای خانواده داره برای ما توضیح داده میشه و یه اوپنینگ خیلی خوب داره به ما ثابت میکنه کارگردان چقدر کار بلد و حرفه‌ایه. خب این به سلیقه بالای کارگردان رو میرسونه که یه جوری من خیلی دوست دارم و برای من هم خیلی جذاب. من یه یادداشتی روی فیلم میشم و توضیح دادم که چرا عناصر کمدی نمیتونن سیاه باشن و به خود سیاه هستن و ما کمدی سیاه رو در این ژانر نداریم، یعنی اصلا چیزی نداریم که بخوایم بگیم این کمدی سیاه یا کمدی غیر سیاه، نه همچین چیزی نیست. راجبین توضیح دادم که امیدوارم دوست داشته باشین و بخونید و نظرتون رو به هم بگید.